مراسم خواستگاری ما یه فضای خیلی خیلی سنگینی داشت. خیلی سخت بود. زمانی که با علی آشنا شدم، علی خیلی خیلی عادی برخورد کرد و انگار که اصلا هیچ فرقی بین ما نیست. خیلی صمیمی، خیلی گرم. این مسئله بود که خیلی شیفته خودش کرده. در جهانی که قصه عشق هانیه و علی با انگشت نما شدن، با تبعیض و دیگری انگاشته شدن پرقصه می شود. یوسف گمگشته باز آید بکردم، غم مخور. کلبه احسن شود روزی گلستان، غم مخور. مسیح جون سلام، هانیه هستم، متولد 68 از ایران. هانیه با یکی از مهاجران افغانستان در ایران آشنا می شود. هانیه و علی احساس می کنند ساعتها حرف برای گفتن دارند و همین می شود آغاز یک راه پرفراز و نشیب عشقی. اولین مخالفان این عشق هم خانواده های هر دویشان هستند. علی اومد خونه که با بابام صحبت کنه. بابای من به علی گفتش که اگر تو فکر میکنی با دختر من میتونی تو ایران به مدرکی حالا چیزی دست پیدا کنی، این فکر از ذهنت بیار بیرون، چون دولت ایران هیچ کاری واقعا نمیکنه. و اگه فکر کردی که من حالا پولی پسندازی چیزی دارم، اونم باید بگم که نه، من هیچ پسندازی ندارم که بخوام کمک کنم. و این حرفا خیلی خیلی علی رو ناراحت کرد. خانواده علی هم نظر خوبی نسبت به هانیه و شرایط هانیه ندارند. به هر حال بعد 1 سال طول کشید که علی تونست خانواده‌اش رو راضی کنه. برای جلسه خواستگاری اومدن و البته من هم پسندیده نشدم. مراسم خواستگاری ما یه فضای خیلی خیلی سنگینی داشت و خیلی سرد. یه نشون آوردن برای من و همین تمام شد و رفت. و بعد از اینکه ما یه تاریخ عقد، یه نامزدی و حالا عقد اینو مشخص کردیم، خیلی راحت بعد یکی دو ماه فکر کنم ما همش فقط نامزد بودیم. تو این 2 ماه ما اصلا فکر کنم فقط یه دفعه با هم رفتیم بیرون، فقط یه دفعه. بعد اون 2 ماه خانواده‌اش خواستن که قضیه خواستگاری، حالا بحث نامزدی اینو کلا به هم بخوره. یه خستگی رو کاملا تو چهره علی میدیدم. به هم رسیدند چون علی پای عشقش ایستاد. تنها و بدون رضایت خانواده به محضر رفت و کنار هانیه ایستاد تا بشوند یار و همسر هم. لبخند مهمان لبهای هانیه می شود و خیلی زود موجود کوچکی مهمان دلش. یه مدت خیلی کوتاه گذشت و من متوجه شدم که باردار هستم و این مسئله رو به علی که گفتم، علی یعنی جفتمون یه خورده جا خوردیم و شدیداً شوکه شدیم. هیچ چاره‌ای نداشتیم، هیچ راهی نداشتیم که به خانواده ها رو در جریان قرار بگیم. فقط هانیه و علی شوکه نشدند. باردار شدن هانیه برای پزشکان هم شگفت‌آور بود. یادم هر زمان که من میرفتم برای چکاپ یه تیمی رو بالای سر خودم میدیدم که خیلی با تعجب تو صفحه مانیتور رو نگاه میکردن و هی مدام تکرار میکردن که این مورد رو ما ندیدیم و فکر میکنیم دیگه هم تکرار نمیشه و خیلی برشون عجیب بود که من با این جثه‌ای که دارم چطور جا دارم هنوز که این بچه به رشد خودش ادامه بده. نیلا با لبخند زیبایش حالا تمام زندگی علی و هانیه است. تولد نیلا اگرچه زیباترین اتفاق غیرمنتظره در زندگی علی و هانیه بود، اما حالا چون فقط از یک مادر ایرانی متولد شده و پدرش مهاجر است، هیچ سهمی از وطنش ندارد. نیلا مثل پدرش بی‌شناسنامه است. پدری که تصمیم گرفته از ایران برود به جایی که عقد و ازدواج و بچه دار شدنش را به رسمیت بشناسند. اون زمان علی کم کم زمزمه داشت که من میخوام از ایران برم و من شدیداً مخالف این جریان بودم، چون فکر میکردم هنوز زندگی من تو ایران به ثبات نرسیدی، حالا بخوام به رفتن از ایران فکر کنم. مخالفت کردم و ازش خواستم که راجع به این مسئله بعداً با هم صحبت کنیم.
اومدیم خونه و علی خیلی آشفته بود، خیلی هراسون بود، مدام گوشه تلفنش زنگ میخورد و هر وقت میپرسیدم که جریان چیه، چی شده، گفت هیچی، از خونه از خونه زنگ زدن. ولی خب من زبون دری تقریبا متوجه میشم، حالا نه خیلی به اون صورت، ولی متوجه بودم که راجع به فروش وسایل خونه و برنامه ها بود. یه استرسی به هم وارد شده بود و یه نگرانی، ولی خب سعی کردم بهش فکر نکنم. علی اون روزو، یعنی اون عصر رو رفت و صبح بدون که به من اطلاع بده، همیشه معمولا قبلش من میگفت که من دارم میام خونه. اومد خونه با یه ساک و یه چمدون بزرگ و گفت که من اومدم دومات سرخونه بشم، اومدم که کنارت باشم، حالا تا نیلای خورده از آب و گل در بیاد و این برنامه ها. بهم گفت که حالی خانوادم دارن میرن، مادرم و خواهرم، حالا من هستم. از این طرف خب خوشحال بودم که خب ما قراره سر خونه زندگی خودمون باشیم و از این بلا تکلیفیه در میاییم. از این طرف هم ناراحت بودم، خب اینکه حس می‌کردم خب علی تو این کشور تنها شده و هیچ حامی، هیچ تکیه‌گاهی، هیچ کسی رو دیگه نداره. متوجه بودم یه حس سنگینی بود، نمیدونم چجوری بگم، اینکه گاهی وقتا علی مجبور به اینکه حقیقت رو نگه رفت دیگه. علی به آلمان رسید و این تازه آغاز بیقراری های هانی است. نمیتونم توصیف کنم اون لحظه واقعا چه حس بدی رو داشتم. دم غروب بود، حالم واقعا بد بود، فشار خیلی خیلی سنگینی انگار روم وارد شده بود. دوست ندارم این حرفا رو بگم، ولی اصلا دوست نداشتم سمت نیلا برم، دوست نداشتم کسی با من حرف بزنه. فکر کردم کلا اون آینده‌ای که برای خودم ساخته بودم، چون من خیلی سخت به علی رسیدم، خیلی سخت. دور و بریای من هم میدونن که خیلی سخت. فقط و فقط از این ناراحت بودم که چرا با من خداحافظی نکرد و دلیلی هم که آورد گفت که میدونستم من اگه بخوام باید خداحافظی کنم تو اونقدر گریه میکنی که نمیذاری من برم و برای خودم هم خیلی سخت بود. خیلی سخت بود که این تصمیم رو به خانومم بگم و چون اون موقع بچه‌م هم تازه به دنیا آمده بود و شرایط روحی خانومم خیلی خوب نبود، جرئت نکردم به خانومم چیزی بگم در مورد اومدن به سمت اروپا. علی رفت تا شاید برای دخترش نیلا راهی باز کند که مثل خود او تا همیشه بی‌شناسنامه باقی نماند. نه رو فرش نباید بکشی اینجا بکش. یعنی آقای قرمز دیگه بادکنک قرمز از اینا که تو تولد بود. آبیه؟ علی مسیح جان الان در حال حاضر علی تنها فقط خواهرشون مونده که امشب تو تولد ما موضوع شده که فکر میکنم که یه سری صحبت ها رو اگر از زبون خودشون بشنوین خالی از لطف نباشه. سلام مسیح جان، من خواهر علیم، متولد 62 ولی افغانستان به دنیا اومدم، ایران بزرگ شدم. من 2 ساله بودم که اومدم ایران، ولی داداشم که اینجا به دنیا اومده توقع داشتم که حداقل به علی و امثال ایشون حق شهروندی و تابعیت بده دولت ایران، که این حق رو بهش ندادن. زندگیش به جایی رسید که مجبور شد از ایران در حالی که تازه دخترش به دنیا اومده بود بره. حالا این ناعدالتی به دخترش هم رسیده که الان 2 سالش هم شده، هنوز هیچ مدرک شناسایی بهش تعلق نگرفته، هرچند دولت گفته که شناسنامه میدن به این جور فرزندانی که مادرانشون ایرانیان، ولی خب پشت این قوانین یه سری تبصره و قوانین دیگه هم وجود داره که یکیش مثلا
مربوط میشه به اینکه دختر فرزند باید به 18 سالگی برسه. حالا واقعا من خودم چون از خانواده‌ام دورم درک میکنم که علی چون از خانواده‌اش دوره چقدر سختی میکشه و اینجا به نیلا و مادرش چقدر سخت میگذره. واقعا از شما توقع دارم که بتونین یه کاری انجام بدین که این خانواده واقعا کنار هم بمونن، کنار هم باشن. نیلا بعد از 2 سال بتونه حداقل پدرش رو ببینه، پدرش هم بتونه دخترش رو واقعا بعد از 2 سال بغل کنه. خواهر علی تنها 2 ماه بعد از ضبط همین فیلم کوتاه در اثر سکته درگذشت. وقتی که یه آقای افغانی یا غیر ایرانی بخواد با خانم ایرانی ازدواج بکنه، حق اقامت تو ایران نداره و باید ایران رو ترک بکنن. خب قاعدتا وقتی من تو ایران قانونا نتونم زندگی بکنم، برای بچه‌م هم حق اقامت نمیدن و بچه‌م هم دیگه حق تحصیل نداره و حق شهروندی نداره دیگه. اینطور بگم خیلی نورمال تر هستش. باید بگم که بهش حق میدم، چون من بارها با علی رفته بودم بیرون، متوجه دیدگاه و برخورد مردم. من شرایط خودم طوریه که هر وقت بیرون میرم خیلی راحت مردم هر حرفی رو من میزنن. حالا مسخره کردن خودم به کنار که سر جاش بود و هست همچنان، و اینکه من با علی میرفتم بیرون، حالا علی یه خورده به خودش میرسید خیلی معذرت میخوام، دست دراز میکردم از داخل ماشین، وای افغانی. متاسفم که همچین دیدگاهی تو کشور ما ایجاد شده که اسم افغانی که بیاد وسط، این حرفا خیلی عذابم میده. خیلی. هانیه از کودکی با این زخم زبانها زندگی کرده و این زخمها برایش آشناست. من یادمه کلاس 3 دبستان بودم، یه جشن تکلیفی قرار بود برام برگزار بشه، همه چادرای رنگی، گلای رنگی رو سرمون بود، خیلی خوشحال. قرار بود از مدرسه خارج بشیم که حالا وارد یه مکانی بود که نمیدونم جشن قرار بود بگیرن. خیلی ذوق داشتم، دقیقاً چون نسبت بقیه بچه ها کوتاه‌تر بودم، جلوی صف راه میرفتم. یه عده جوون رو دیدم که تا با دیدن من سریع براشون خندیدم، گفتن سمندون. من هیچ وقت یادم نمیره اون روز جشن تکلیفم رو، هیچ وقت به یاد ندارم. یعنی نمیدونم دقیقاً جشن ما چطور برگزار شد، چون با گفتن این حرف این آقا اونقدر این به من سخت گذشت، اونقدر فکر منو آشفته کرده بود. دقیقاً حس یه جوجه اردک زشت دیدین توی صفی داره راه میره، دقیقاً اینطوری بودم. دیگه اصلا دلم نمیخواست که ببینم برنامه داره چطور پیش میره، جشنمون به چه شکل قرار برگزار میشه. فقط دوست داشتم هر چه سریعتر برگردم مدرسه و برم خونه. مثلا یه دلیلی که واقعا خود علی میگفت که دوست دارم از ایران بریم، هم خودش بود هم من، چون جفتمونشون واقعا تو کشور ایران اذیت میشدیم و عذاب میکشیدیم. کتاب عشق هانیه و علی هنوز باز است و تنها زمانی که علی بتواند پاسخ مثبتی از دولت آلمان دریافت کند، آنگاست که آغوش این خانواده دوباره به روی هم باز می شود.